درود شنوندگان و بینندگان ارجمند، امروز در عرفه روز بین المللی محیط زیست که همه ساله 5 ایون جشن گرفته می شود، درباره اسراف غذا صحبت می کنیم که مستقیما به حفظ محیط زیست تاثیرگذار است. مهمان امروزه ما خبرنگار و جامعه شناس تاجیک اعظمشاه شیرگاودی می باشد. اعظمشاه خوش آمده. تشکر. بر پایه آمار سازمان ملل متحد هر سال اهل عالم تقریبا 1 میلیارد و 300 میلیون تن غذای پاک را راست به پرتوگاه میبرد. در عین زمان یکی از 7 نفر ساکنان عالم شب گرسنه است. همچنان گفته می شود که هر روز تقریبا تا 20,000 نفر کودکی تا 5 ساله از کمبود غذا و بیماری های مربوط با کم غذایی به هلاکت می رسند. آیا همین مسئله در تاجیکستان هم به همین شکل نظر رس است؟ در تاجیکستان اگر که نظر بکنیم در مورد تنظیم غذا یا که یعنی یک معیار یا که چیزی معینی ما نداریم که از روی همو طفلای خود یا کلانترهای خود به طور تربیه کنیم که اونا دائم از غذا تامین باشن. مثلا شما هم معرکه دارید، وقتی که همین غذا در خانه شما زیادتی میکند شما با اون چیکار میکنید؟ و به خویش تبار همسایه یا که کسی که با دورتر است یا که بگون نادورتر هم غذا رو تقسیم میکنن. اما به هر صورت نه در همه جا چنین واقعه رخ میدهد و هستن جایهایی که میبینی غذای بعد از همون معرکه ها باز چند روز مانده که او خود به خود خراب میشود و او را ناچار و پرتوگاه ها میپرتند. باور دارم شما در توی های عروسی افغانستان حداقل چند دفعه اشتراک کرده اید. مثلا در افغانستان وقتی که توی عروسی است حتمی نیست که اونجا غذا باشد. بعضا در توی عروسی فقط نمایش هنری می شود و با همین کفایت می کنند. یک هست و بله و این گپ شما درست است و این گونه انعنه اصلا در کشورهای ما بخصوصا تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای پسوشوی خیلی به یک حدی بلند رفته است که ما همه خوشی و خرسندی خود فقط در بیشتر فکر میکنیم در خوردن غذا است و خلاص، نه در دیگر چیز. مردم ما را باید بیدار کرد و اندیشید که چگونه راه پیدا کنیم که همین کمتر بشود. اما اون رقمی که به توسط قانون باشه و دیگر چیز فکر میکنم او هیچگاه نمیتوند که جای خودش بگیرد. تشکر زیاد از اعظمشاه شیرگاودی هم صحبت ما. و بالاخره یک خبری نسبتاً خوش برای ساکنان تاجیکستان و ساکنان قاره آسیا این است که ساکن آسیا در یک سال تقریبا از 6 تا 15 کیلوگرم غذای پاک را به پرتوگاه میبرد و این هم در حالی است که یک ساکن اروپای غربی و یا امریکای شمالی از 95 تا 115 کیلوگرم غذا را مستقیما غذای آماده برای استعمال را مستقیما به پرتوگاه میبرد. یک بار فکر کنید و بعد بازم ببینیم که آیا ما حقیقتا در فکر محیط زیست هستیم و چی میتوانیم کنیم که حفظ محیط زیست پابرجا باشد و برای نسل‌های آینده جنگل‌ها را کمتر خراب کنیم، برای نسل‌های آینده کشتزارها را کمتر استفاده بریم و ذخیره باشد که آنها از کمبود غذا اذیت نکشند. خدا حافظ شما.